بسم الله الرحمن الرحیم. برآوردهای غلط رئیس جمهور آمریکا و سران جنایتکار رژیم صهیونیستی باعث گردیده است. We have the Iranians promising to open the Straits of Hormuz and we have a negotiation that's supposed to start this weekend. که ملت قهرمان و دشمن ستیز و نیروهای مسلح مقتدر و شجاع ایران را با شاخصهای مادی و دنیایی خود بسنجند. چنین محاسبات اشتباهی حضور بی سابقه مردم بصیر و انقلابی در خیابانها و اقتدار و ایستادگی معجزه‌گون نیروهای مسلح در میدان نبرد را برای دشمن غیر قابل پیش بینی نموده است. این خطای راهبردی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ایران اسلامی آنها را تحقیر و در مسیر نابودی قرار داده است. آنها با خیالات و توهم فکر می‌کنند با جنگ تبلیغاتی و نمایش سلاح‌ها و تجهیزات به ظاهر پیشرفته نظامی و ترور کودکان، زنان، مردان، دانشمندان و فرماندهان شجاع نیروهای مسلح کشور خواهند توانست ایران مقتدر و سربلندی را که در طول تاریخ در برابر دشمنان خود سر فرود نیاورده است را تسلیم نمایند و یا به خیال خام و باطل خود بر تنگه هرمز تسلط پیدا کنند که این آرزو را تا ابد به گور خواهند برد. دشمنان شکست خورده آمریکایی صهیونیستی ایران اسلامی باید بدانند ملت آگاه و مقاوم و فرزندان سرافراز آنها در نیروهای مسلح ثابت کردند پای هر متجاوزی به کشورشان را قطع و آنها را به خاک سیاه و مذلت خواهند نشاند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.